بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و درود هم خدمت شما خوبان، شمایی که بر سفره دلتون ما رو پذیرا هستید و امید هست که انشاءالله بتونیم با هم دست در دست هم گره هایی از مشکلات جامعه و خانواده ها رو حل کنیم. چند جلسه است که ما در مورد خیانت زوجین یا یکی از طرفین در ازدواج سخن میگیم و مفهوم خیانت، چه دیدگاه های مختلفی میشه از خیانت داشت و چه اسباب و عللی احیانا سبب میشه که یکی از طرفین منحرف بشه و چگونه با این اسباب و علل رو کنار بزنیم و یک زندگی سالم و موفق و یک خانواده خوشبختی داشته باشیم. امروز یک موضوع رو یه مقداری آخرین مرحلهش رو طی می‌کنیم و اون اینه که خب الان بعد از همه اینهایی که ما گفتیم، همه راهکارها رو پشت سر گذاشتیم، حالا بود نبود، اسبابش رو کوتاهی‌هایی از زن بود، از شوهر بود، از محیط خانوادگی بود، از جامعه بود، هر چه بود خیانت صورت گرفت. حالا آیا بعد از این خیانت، بعد از اتفاق افتادن خیانت، زندگی میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا دیگه کاسه شیشه‌ای بود و شکست و خورد شد و دیگه التهام پذیر نیست؟ یا نه میشه که با وجود بودن خیانت خب ببینیم که انسان هست، انسان جایز و خطا هست، در لغزشی میفته و میشه این رو جبرانش کرد؟ آیا این قابل پذیرش هست یا اصلا فراموش شدنی هست؟ ما چه کار باید کنیم؟ زن چه کار کنه؟ شوهر چه کار کنه؟ ببینید اصلا اصولا وقتی هم میگیم خیانت، بیشتر خیانت هایی که صورت میگیره از جانب آقایون هست. شاید از بیش از 100 مورد خیانتی که ما میشنویم که خانم ها میگن که شوهرشون بهشون خیانت کرده و بعد در 100 مورد خیانت آقایون کمتر از 5 مورد شاید ما بشنویم که آقایی بگه که خانمش بهش خیانت کرده. حالا خیانت آقایون خیلی طبیعی تر هست. وقتی میگیم طبیعی یعنی نه اینی که درست هست، نه، گناه هست، جنایت هست و اون قبح و زشتی که در جلسه پیش تصویر کردیم رو داره. اما چی هست؟ یه چیز طبیعی به این منوال هست که آقایون اصولاً فطرتاً ساختار آقایون بر تعدد پذیری هست. واسه همینه که جامعه همیشه به آقایون به چهره بکر نگاه میکنه و بیشتر خیانت هایی هم که در آقایون صورت میگیره، این چیزی که شاید خیلی از دوستان ندونن، بعد از سنهای مثلا 40 سالگی، 35-40 سالگی است که آقایون به اصطلاح به انحراف بیشتر کشیده میشن. حالا سببش چی هست؟ خب یکی از اسباب مهمش این هست که اولا در این مرحله از عمر در آقایون یک تجدید قوا ایجاد میشه، یعنی یه بار دیگه جوون میشن و در این حال یک زندگی زناشویی رو، یک مرحله بزرگیش رو طی کردن و یه مقداری زندگی براشون روتینش عادی شده و صاحب چند تا فرزند هستن. همسرشون غالباً نمیدونه و اشتباهی که خیلی از خانم ها مرتکب میشن که با بچه هاش مشغول میشه، یادش میره که همسر هست. بله، نقش مادر خیلی نقش مهمی هست، اما در کنار این نقش مادریت، نقش زن خانواده بودن، همسر بودن خیلی مهمتر هست، چون که اصلا تا همسر نمی بود مادر نمیشد و الان هم اگر همسریتش رو از دست بده نمیتونه یه خونه رو به اصطلاح درست اداره کنه. اگر شوهرش رو از دست بده آیا میتونه مادر درستی باشه؟ پس اینی که این رکن شوهر رو از دست دادن نباید این رو به اصطلاح چیز ساده ای تلقی کنیم. اینه که
خانم ها خب این یادشون میره و مادریت غلبه میکنه و در نتیجه شوهرشون رو از دست میدن. یه مورد هم اینه که به هر حال در این سن از عمر بیشتر آقایون جذاب میشن. جذابیش هم واسه اینه که به هر حال اگر به خصوص که اگر در زندگیشون موفق باشند، خب و هم در نظر اقتصادیش و هم از نظر عاطفیش و اجتماعیش، خب یک دایره تبلیغاتی براشون رو میشه و خیلی از زنها میخوان که شکار این آقایون باشن. خب در این مرحله خب اگر همچنین موردی بود، ما به آقایون توصیه میکنیم که در فکر ازدواج مجدد باشند و هرگز به اصطلاح لغزش رو اجازه ندن که بهش نزدیک بشه. ولا تتبعوا خطوات شیطان، به اون راهکارهای شیطانی نزدیک نشند و راه کج نرن. خب حالا اتفاق افتاد، یک به اصطلاح آقایی خیانت کرد. ببینید خیانت آقایون از این موردی که موردش دیگرش هم اینه که به اصطلاح در دنیا امروزه به خصوص ما با یک فساد اجتماعی بزرگ روبرو هستیم. اون انگیزه هایی که شهوت رو تحریک میکنه و اون اسباب که شهوت رو تحریک میکنه در جامعه زیاد هست. به قول یکی از دوستان میگفت که نمیدونیم چه کار کنیم. قدیما میگفتن غض البصر کنین، چشمتون رو پایین بندازیم. امروزه نمیتونیم. بابا اگر میریم توی اتوبوس همش زن، بالا رو نگاه میکنیم نمیدونم تابلوهای خیابونه هاست همش زنهای اوریان، تو بازار میریم چپ و راست زن، پایین رو نگاه میکنیم میبینیم که یک زنی هم جلوی رومون افتاده. یعنی اینی که هر سو طرف نگاه میکنن انگیزه های شهوت برانگیز زیاد هست. کارهایی که به اصطلاح عکس ها و فیلم های نمیدونم مبتذل و تبلیغات بازرگانی و نمیدونم همه اینها زن شده یک به اصطلاح ابزار تبلیغاتی و خب این دیدگاه فرهنگ غربی هست و خب انعکاسش هم که در جوامع ما هست. اینی که و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمودند که ما ترکت اضر علی الرجال من النساء، من هیچ فتنه ای رو بعد از خودم خطرناکتر، یک فتنه ای به جا نمونده توی امت من برای مردا مثل زنها. زنها خیلی به اصطلاح فتنه برانگیزی میکنن برای مردا. یعنی اینی که فضای کج رفتن مرد زیاد هست. خب الان وقتی که همچنین به اصطلاح حالتی رو ما باش روبرو هستیم، اینجاست که وظیفه زن خیلی بیشتر میشه. یه زنی که میخواد خونش رو محکم کنه، دیواراش رو ستور کنه، بلند کنه، دیگه خب وظیفهش بیشتر میشه. یعنی اینی که نه تنها وظیفه به اصطلاح مدیریت خانه، نه تنها وظیفه مادریت، در عین حال وظیفه همسریتش باید خیلی خیلی پررنگ باشه تا نتونه رقیبی رو در دل شوهرش داشته باشه. یکی از قصه های زیبایی که به اصطلاح قرآن کریم هم برای ما تفاصیل اون رو نقل میکنه، قصه حضرت یوسف علیه السلام هست. سوره یوسف یه سوره کامل، قصه کامل یه وقت میاد و خیلی مهم هست. میبینیم که حضرت یوسف چطور در همچنین منجلابی گیر میفته که زنها میخوان اون رو منحرفش کنن. چپ و راست زن هست. فضای کاخنشینی است. خب در این فضای کاخنشینی عموما در فضای رفاه اجتماعی بالا خب به همون اندازه پایبندی دینی کم هست. در نتیجه به اصطلاح مفاهیم مثل غیرت، مفاهیم مثل حیا و حشمت کم رنگ میشه و اینه که به اصطلاح فضا یک مقداری خطرناکتر هست. وقتی که میبینیم به حضرت یوسف چنین به اصطلاح مسئله پیشنهاد میشه، خودش به تنگ میاد، میگه رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. خدای اگر اصلا خدای منو از این فضا نجات بده، حتی اگر منو تو زندان بندازن، زندان برای من بهتر از این وضع. ببینید فشاری که روی حضرت یوسف علیه السلام میاد، این فشار روح روانی چقدر شدید هست که آرزو میکنه که بره تو زندان بیفته،
تو شکنجه زندان، شکنجه جسمی خیلی تحملش راحت‌تر از شکنجه روحی روانی. و پیامبر خدا است میفرماید و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن، اگر خدای تو به داد من نرسی من امکان داره که منحرف بشم. پس اینی که اون چیزی که باعث میشه مرد یا زن رو محکم نگه داره اون ریسمان الهی است، رابطهش با خداش، رابطه با خدا، اون رقابت ذاتی، اون به اصطلاح مدیریتی که از بالا نگاه کنه، اون خیلی مهم هست که طرف رو بگیره محکم نگه داره. حالا اومد به فردی به اصطلاح لغزش ازش صورت شد، حالا ما چیکار کنیم؟ ببینید عموما خانم ها چون با عینک خودشون نگاه میکنن، عینک خانم ها این هست که طبیعت خانم ها که اول یه انسانی رو دوست میگیرن. دوست گرفتن مرحله رابطه عاطفی است و هدف از این رابطه عاطفی برقراری یک خانواده است. در آخرین مرحلهش برقراری رابطه جنسی است. آقایون از در آخر میان تو. اولین چیزی که فکر میکنن در مورد به اصطلاح جنس مخالف اینه که باش رابطه جنسی برقرار کنن. خب پس دیدگاه آقایون، طبیعت آقایون غیر از طبیعت خانم هاست. ما بارها گفتیم که آقایون از یک کره هستن، خانم ها از یک کره، و اما متاسفانه خیلی از ما این رو درک نمی کنیم. آقایون از یک کره هستن، خانم ها از یک کره دیگه. یعنی اینی که طبایع اینها، فطرت های اینها مختلفه، با هم متغایر است، یکی نیست، برخلاف اون چیزی که خیلی تصور میکنن. اگه شکل و قیافه همون یکی نیست، احساساتمون یکی نیست، نیازهامون هم یکی نیست، همه اینا فرق میکنه. خب چون خانم ها دیدشون این هست، فکر میکنند وقتی شوهرشون با یک کسی دیگه رابطه برقرار کرد یعنی اینی که اون طرف دیگه رو دوست داره، و این اشتباه است. یه مورد دوم اینی که خانم ها در قلبشون بیشتر از یک مرد جا نمیگیره. خداوند اینطور زن رو خلق کرده چون یک نفر رو دوست میگیره و اون یه نفر قلبش رو پر میکنه. تصور میکنه اگر همسرش با کسی دیگه سلام علیکی برقرار کرد یعنی اونی که اون رو دوست داره، اون قلبش رو پر کرده، در نتیجه ایشون جایی نداره در این میدان. خب چی کار میکنه؟ یه واکنش شدید ازش صورت میگیره و اونه که فوراً میدان رو خالی میکنه، فوراً در فکر طلاق میشه، داد و فریاد میکنه، میزنه بیرون. در خیلی مواردی که همچنین موردی صورت گرفته و خانم به اصطلاح زندگی رو پاشیده، خیانت، یه خیانت، حالا نمیگیم که خیانت نبوده، چون که خیانت خودش مراحلی داره و در فرهنگ‌های مختلف و افراد مختلف دیدگاه‌ها مختلفه. یکی فقط همینی که به اصطلاح شوهرش با یک زنی سلام علیک کرد این رو خیانت تلقی میکنه. یکی مرحلهش به اصطلاح این سلام علیک و رفتار و همکار بودن و در یک اتاق با هم همکار بودن و اینا رو هیچی، حتی با هم بیرون رفتن و اینا رو خیانت تلقی نمیکنه مگر به اصطلاح رابطه جنسیشو خیانت میدونه. افراد مختلف هستن، جامعه مختلف هستن. در قصه حضرت یوسف علیه السلام ما میبینیم زنه میاد به حضرت یوسف میخواد که به اصطلاح خیانت کنه، به شوهرش، به خداش خیانت کنه. اینجاست که شوهر میبینه و این روی چیز بزرگی تلقی نمیکنه. میگه یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یوسف ولش کن، تو هم از این کاری که کردی دست بردار، خیلی کار بدی کردی. تموم شد، رفت. حکایات به همینجا تموم شد. یه بستر اجتماعی هست، یک بستر به اصطلاح خانواده‌های مترفع کاخنشین و نمیدونم که به اصطلاح دیانت در اونجا ضعیف هست، کمرنگ التزام و پایبندی به دین، و در عین حال شخصیت زن یه شخصیت به اصطلاح چیره هست، مرده مثلا به قول خود ما زنجلیل هست. در همچنین فضاها غالبا اینطوری هست. خب به هر حال این یه بستری هست، این زیاد ترقی نمیشه. در هر حال خیلی وقتا هست که ببینید خداوند متعال دو تا گناه هست، این گناه ها رو ما رو نهی کرده از نزدیک شدن به اینها. یعنی مثلا غیبت یک گناه بزرگ هست،
خداوند متعال به ما میگه که غیبت نکنید. جاسوسی کردن و فضولی کردن تو کارهای مردم یک گناه بزرگ هست. خداوند به ما میگه که لا تتجسسوا، جاسوسی نکنید، فضولی نکنید تو کارهای مردم. اما یک گناهایی هست که ما حتی نگاه کردن، نزدیک شدن گناه حقش رو نداریم. خداوند متعال به ما میفرماید که لا تقربوا الزنا، به زنا اصلا نزدیک نشید. نه اینکه انجام ندید، نه نه نه، خیلی چند کیلومتر اون برتر. چپ نگاه نکنید، چشم چرانی نکنید، به اصطلاح ابتذال اخلاقی نداشته باشید، با بیگانگان خلوت نکنید، نمیدونم خانم ها وقت میپوشند پوشاکشون مرتب باشه، نمیدونم راه میرند شیوه راه رفتنشون به اصطلاح فتنه برانگیز نشه. همه اینا چند کیلومتر اونورتره، قبل از به اصطلاح قضیه زناست. و در این حال خداوند متعال ما رو منع میکنه از ظن و گمان بد بردن. این بعض الظن اثم، ما رو خداوند منع میکنه از خیلی از گمانه ها. چرا که برخی از گمانه ها گناهه. چون برخی از گمانه ها گناهه، ما نباید اصلا گمان بد بکنیم. اینی که بسیاری از این مسائل روی گمان میاد که ما توصیه میکنیم به هیچ عنوان هیچ خانومی، هیچ آقایی حق نداره به همسرش بدگمان باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما رو منع میکنند، آقایون رو منع میکنند از اینی که وقتی از سفر میاد سرزده وارد خانهش بشه، یا اینی که به اصطلاح به همسرش به چشم شک نگاه کنه. منع، حق ندارید همچین کاری بکنید، حق ندارید گمان بد ببرید. حالا اگر یکی از طرفین گفت که به اصطلاح همسرم یا شوهرم به من خیانت کرده، نباید این موضوع رو اولا تکرارش کنه، نباید این موضوع رو باز کنه تا وقتی که اسناد کامل در اختیار نداره. وقتی که اسناد کامل در اختیار داشت، اون وقت بیاد با جرأت تمام این پرونده رو باز کنه، چشم پوشی نکنه که مسئله خیلی حادتر میشه. پرونده رو باز میکنه و نمیگه که آیا خیانت کردی. خائن همیشه دروغگو هست، میگه خیانت کردی، چرا کردی؟ خب چند بار این اتفاق صورت گرفته، سببش چی بوده؟ اونجاست که به اصطلاح قضیه باید روشن بشه. ببینید خداوند متعال این خونه رو یک فضای مقدس میشماره و در این فضای مقدس باید رحمتاً به اصطلاح رأفت، رحمت، شفقت، محبت این باید باشه، یعنی فضایی پر از عشق. اگر نیست، خداوند متعال راه حل دومی رو گذاشته، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، که یا ببینید در قضیه ازدواج یا ما زندگی خوب و پر از شادی و پر از سعادتی رو باید داشته باشیم، یا هر کسی بره راه خودش. اما اینی که ما یک فضایی داشته باشیم همه این فضا بحرانی، جنگ، دعوا، خیانت، این دیگه زندگی نیست. پس ما باید این رو تو ذهنمون بکاریم. نه مرد نه زن، هیچ یکی مجبور نیست با هم دیگه زندگی کنن. با اختیار خودشون این زندگی رو شروع کردن. الان در مقابل این زندگی یه مسئولیت هایی دارند، یک واجباتی دارند. الان یک تشکل جدیدی صورت گرفته، خانواده ها همه یک شکل و قیافه ها عوض شده، روابط عوض شده، حتی نامه ها و روابط افراد با هم دیگه عوض شده. پدر مادر که به اصطلاح با هم با این فرد، با این مرد اصلا آشنایی نداشتن، الان شدن پدر مادر. خانمش یا پدر مادرش به اصطلاح صداشون میکنه پدر مادر یا عمو عمه یا چیزی مثل این. خب بس خیلی روابط صمیمیتر شده، برادری ها، خواهری ها، همه اینها رنگ روی جدیدی به خود گرفته. الان باز با وجود همه اینها این فضای بحرانی هست. اینجا باز هم فامساک بمعروف، یا در کنار هم با خوبی و خوشی زندگی میکنیم، او تسریح باحسان، یا اینی که از هم دیگه با خوبی و خوشی جدا میشیم. اگر ما با هم نمیتونیم زندگی کنیم، به معنای این نیست که باید با هم جنگ کنیم، به معنای این نیست که دشمنی ها رو سبز کنیم و جنگ و جدال کنیم. نه،
خب الان در این فضا اتفاق افتاد که آقا اومده خیانت کرده. ما به زن میگیم که شما باید ببینید، هم به آقایون هم به زنها میخوایم بگیم که آقا شما ببینید شما کی هستید. شما از اون گروه از افرادی هستید که فکر میکنید که طرف مرد، وجودش تموم شد و غیر قابل تحمل هست، هرگز نمیتونید با این کنار بیایید. از همینجا راهتون رو جدا کنید، بگید آقا طرف مرد، وجود نداره در زندگی من. الان نه جنگی میخواد، نه دعوایی، نه هیچی. هر یکی راه خودش رو میره، میشینید با هم تفاهم میکنید. خانواده ها خیانت کرده طرف، من نمیخوامش، نمیتونم این رو ببخشم و قابل تحمل نیست برام، من بچه‌هام رو میگیرم میرم دنبال کار زندگی. خب یا اینی که نه، شما این فرد رو یک انسان تلقی میکنید، این انسانی هست، جایز الخطا هست. الان ببینم چرا این اشتباه صورت گرفته. این اشتباه صورت گرفته وقتی که شما با هم مشکل داشتید، شما بهش کوتاهی کردید، در رسیدن به در اشباع عاطفیش کوتاهی کردی، در به اصطلاح زن مرتب بودن کوتاهی کردی، این به اصطلاح تو لغزش افتاده، احتمالش هست. آدم خوبی هست، از این کارا نمی کرد، با فلانی رفت و آمد کرد، اون فلانی بیمار بود این رو گمراهش کرد. بله، بیماری به اصطلاح خیانت هم بیماری مصری هست هم وراثتی. مصری به اینی که با یک دوست ناباب میشینه، اون اهل این کاراست، بله این منحرف میشه. یا وراثتی اینه که پدرش اهل این کارا بود، عموش اهل این کارا بود، اون دیده بود و این به اصطلاح اون زشتی گناه در به اصطلاح در قلبش کم رنگ شده بود و مرتکب همچین لغزشی شد. خب این احتمال داره. خب الان مثلا این اتفاق چند بار اتفاق افتاده؟ آیا با یه نفره یا نه این اصلا با هر زنی که گیرش بیاد به اصطلاح همچی کارایی میکنه؟ خب اگه با یه نفره، خب ببینیم که سبب چی هست. همکار نمیدونم چی ویژگی داره، چی کوتاهیایی زن کرده اون، یا چطور این رو شکارش کرده. و این رو هم تو سرمون میذاریم که هیچ وقت مردی که خیانت میکنه اون زن دومی که باش خیانت میکنه اون رو دوست نداره. مرد همیشه با شهوتش، با جسمش، با محبتش مال خانمش هست. با زنهای دیگه تنها با شهوتش هست. اگه دوستش میداشت که میرفت ازدواج میکرد باش، میتونه زن دوم بگیره، سوم بگیره، چهارم بگیره. پس واقعیت نداره. میگه حرفایی، نمیدونم مسیجاشو دیدم، خودش میگه نمیدونم فلان. اینا خب به هر حال گرگی که میخواد یک میشی رو شکار کنه دیگه نمیگه که میش خانم میشه من میخوام تو رو قورتت بدم. نه خیر، میره میگه که خانم میشه ماشاءالله مثل مادر بزرگت هستی، شبیه هستی پدر بزرگ من، مادر بزرگ تو رو خیلی دوست داشت، هر روز میلیسیدش. خب منم میخوام که بله اینجوری به صورت هر حال یک گرگ میخواد یک میشی رو شکار کنه که این حرف و این چیزا طبیعی است. خب اینه که هرگز توصیه نمی کنیم که مثلا خانم به خود من تنبیهش میکنم از خونه میرم بیرون تا آدم بشه. اگر رفتی بیرون یعنی جا رو خالی کردی برای رقیب. خب رقیب میاد جا رو پر میکنه. خب پس چی کار بکنم؟ اول تا چی میگم؟ من میام میبینم که من میتونم با این قضیه کنار بیام و این رو اصلاحش کنم، کاری کنم که توبه کنه. اگر میتونم، خب بنده خدا آدم خوبی بود، این همه سالها با من زندگی کرد، آدم دروغگویی نیست، مکاری نیست، حق من رو به جا میاره، خیلی خوبی‌ها داره، اما در این منجلا به گناه افتاده و نیاز هست که من چیکار کنم؟ من از اینجا جداش کنم، نجاتش بدم. آقایون هم همچنین. بله، برای آقایون تحمل اینی که همسرشون به اصطلاح یک رابطه عاطفی با یک کسی دیگه داشته باشه یا بره زنا بکنه. حالا ما این به اصطلاح کلمه رابطه عاطفی رو میگیم به خاطر این دوربینه است و الا این واژه اصلا درست نیست. این رابطه خیانت هست. این خیانت رو به اصطلاح صورت گرفته. حالا آقا هم باید ببینه آیا میتونه این رو نجاتش بده. یه قصه زیبایی رو که قبلا هم شاید بهش اشاره کردم، استاد نابلسی تعریف میکنند از امام جمعه‌ای در
شهر دمشق، میگه که در دمشق یک انسان صالحی بود. ایشون در خواب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو دیده بود که گفته بودن به ایشون که این همسایت در بهشت همراه من هست. همسایه آدم عادی بود. میگه این امامه خیلی چی شد که برم ببینم این چیه، من که این همه زحمت میکشم، این همه دعوت و این همه اصلاح و این همه به اصطلاح خطبه و مردم رو خدمت جامعه و بعد پیامبر نگفت که تو همراه منی، این بنده خدا یه بقال عادی چطور رفت پیشش گفت یه مژده دارم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در خواب دیدم. خب این فقط یه به اصطلاح قصه رو میخوام اون مغزاشو بگیریم. اینی که به اصطلاح فلانی پیامبر رو در خواب دید یا علانی در خواب دید یا فلان کس رو در خواب دید، این هیچ دلیلی نیست که این طرف بهشتی باشه یا جهنمی باشه، آدم خوبی باشه یا بد باشه. میخوایم اون مغزا رو بگیریم. خب میگه که بله من یه مژده دارم واسط، اما باید به من بگی که چه کار کردی، چه شده که شما همچنین مژده‌ای به شما داده شده به کسی دیگه داده نشده. میگه چی هست؟ میگه بله شما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مژده داده که شما رفیقش هستی در بهشت. میگه والله من هیچ کاری نکردم، اما یک کاری هست که امیدم که خداوند اون کار رو از من قبول کرده باشه. اینه که من با این همسرم وقتی ازدواج کردم این قبل از این خیانت کرده بود و حامله بود و ما خبر نداشتیم. 4 ماه از ازدواج ما نگذشته بود تا اینی که به اصطلاح ایشون وضع حملش رسید، یعنی بچه 9 ماهه بعد از 4 ماه میخواد متولد بشه. فهمیدیم که کاری شده است. الان زنه اعتراف کرد، گفت که بله همچنین لغزشی از من صورت گرفته، قصد به اصطلاح شیطان گولم زده، فلان زدم، دیگه میخوای منو رسوا هم کن، دیگه من رسوا شدم، یا میخوای که گفت دیدم که اگه من بخوام طلاقش بدم حقمه، قانون هم با من هست، خانوادهش هم با من هست، جامعه همه با من هست، واقعا طرف خیانت کرده، اما اگه طلاقش بدم این بدبخت چی وضعش چی میشه؟ اگه من بیام یه بزرگواری کنم و این رو اصلاحش کنم، الان پشیمون هست بیچاره، از اصطلاح گریه و همه شکل و قیافه‌اش نشون میده که در چه وضعی هست. پس تصمیم گرفتم که من این رو روسیاش نکنم و به اصطلاح اصلاحش کنم. از شهر رفتیم بیرون، رفتیم توی دهاتی و اونجا به اصطلاح یک چی آوردیم، یک دایه آوردیم و شب وضع حمل کرد و دیگه الان میخواستم که این مسئله رو یک جوری خلاصش کنم. رفتم بچه رو پیچیدم توی یک پتوی و رفتم مسجد رفتم یواشکی و همون آخر وقت رفتم که مردم داخل مسجد باشن، یواشکی بچه رو گذاشتم جلوی مسجد و خودم هم رفتم توی مسجد، نماز شد و نماز خوندم و مشغول اذکار شدم تو مردم برن بیرون. مردم اومدن بیرون دیدن بچه یه سر راه جمع شدن، هوی شد، مردم حرف میزنن چی کسی و چی کار شده و فلان. منم اومدم آخر کاری دیدم که بله یک همچین ماجرایی از. گفتم چی خبر شده؟ گفتن که جایی که بچه آورده اینجا گذاشته. گفتم والا این بچه چه گناهی کرده؟ این بچه رو من میگیرم بزرگش میکنم. و جلوی همه مردم بچه رو گرفتم، همه فهمیدن که این بچه من نیست و یه بچه به سر راهی رو ما بزرگ کردیم و به این صورت من به اصطلاح کمک کردم که این زن توبه کنه و به اصطلاح روسیا هم نشه و خود توبهش هم خداوند متعال قبول میکنه. اینه که ما باید ببینیم که ما کی هستیم، چقدر ظرفیت داریم. اگر این ظرفیت رو داریم که گذشت کنیم، نمیگم فراموش کنیم، حالا میگی که فراموش شدنی نیست، خیانت هست، بله خیانت بزرگی هست، خیلی به اصطلاح تبعات بد داره، بعد از اون وحشت هست، استرس هست، خشم و غضب هست، نمیدونم حس انتقام جویی هست، فلان هست. نه، همه اینها رو بذاریم کنار، با یک واقعیت به عنوان یک واقعیتی که اتفاق افتاده باش برخورد کنیم. میزنمش میکشمش این حقت نیست. اگر میخوایی همچنین موردی تنبیه بشه میری دادگاه شکایت میکنی، این کار قاضی هست، کار قاضی هست که این رو به اصطلاح محاسبهش کنه یا فلانش کنه. چون که این خیانتی که صورت گرفته در واقع خیانت در حق الله هست، این خیانت کرده با خداش. همین آقا اگر میرفت همین رابطه ای که امروز اسمش خیانت هست رو با یک زنی و طبق یک به اصطلاح رسم و مرام شرعی و قانونی انجام میداد، این میشد ازدواج دوم
و عبادت تلقی میشد، خدمت به جامعه تلقی میشد، انسان در چشما بزرگ میشد. چه انسان وارسته‌ایه که این همه مسئولیت رو برداشت میکنه، یه باری رو از یک خانواده ای از دوش جامعه بلند کرده. اما چون که اون ریتم قانونیش رو طی نکرد شد خیانت. و همچنین خانم ها. پس اول ما ببینیم که شخصیت فرد چی هست. آیا قابل تحمل هست؟ نه، قابل تحمل نیست، به هیچ عنوان برای من قابل تحمل نیست. فامساکم به معروف و تسریح به احسان. از هم جدا میشید، هر کسی میره دنبال کار خودش و قضیه تموم شد. و حق هم نداری این مسئله رو بسیار فاشش کنی، چون اگر فاشش کنی، تعریفش کردی، اولا بدنامی هایی که برای افراد داره جای خودش، برای فامیل ها داره جای خودش، شما مورد پیگرد قانونی قرار میگیرید. باید شما دلیل و برهان بیارید، باید بیارید ثابت کنید که همچین موردی صورت گرفته. یعنی باید 4 تا گواه بیارید که اون گواه ها شهادت بدن که ما خودمون این عمل زشت رو دیدیم که این برای کسی میسر نیست و امکان پذیر نیست. وقتی که این رو نتونی، پس شما مجرم هستی. خب مگر همونی که بیایید ملاعنه کنید و به اصطلاح همون که در جلسه پیش به اصطلاح شیوهش رو شرح دادیم. پس ما باید این رو مد نظر بگیریم. نه، من میخوام این رو از این منجلاب نجات بدم، پس چیکار میکنم؟ میشینم باش، قضیه رو باز میکنم. باید اگر طرف واقعا میدونه که اشتباه کرده، خیانت کرده و پشیمون هست، باید در مرحله اول کاملا شفافیت داشته باشه، با صراحت کامل به کل ماجراش اعتراف کنه تا همسرش طرف مقابل کاملا احساس امنیت بکنه که این به من دروغ نمیگه، این واقعا شفاف هست و از کرده خودش پشیمون. در نتیجه میشه اصلاحش کرد. بعد از اون فکر میکنیم که خب سبب چی بود؟ سبب این بود که تو به من توجه نداشتی، تو مشغول بچه‌هات بودی، نمیدونم فلان شد. خب الان فهمیدم که نقطه ضعفای من کجاست که این رو جبران کنم. خب ببینم که این طرف اصلا با یک نفر در یک منجلاب، نه خیر، این اصلا کارش همین بوده، کارش این بوده. آیا احتمال اصلاحش هست؟ بله احتمال هست. احتمالش کمتر هست؟ بله. مثل یک انسانی نیست که یک بار دو بار در لغزش با یک زنی در لغزش افتاده باشه. خب این معتاد هست، این نیاز به صبر بیشتر داره. آیا من این ظرفیت رو دارم؟ میتونم این کار رو بکنم؟ بله میتونم. نه خیر نمیتونم، اما من مجبورم. چرا مجبوری؟ من باید با این وضع بسازم چون که جای دیگه ندارم. اگر جای دیگه ندارم، ما یک پیشنهاد دیگه میدیم. ببینید ما در زندگی چند تا کارت داریم. کارت اینی که این به اصطلاح کارت میدن تو بازی‌های کارت قرمز، کارت اینا. ما همینطوری یک کارتی هست که فردی هست که برای من دوست صمیمی است که من و اون با هم یکی. خب یک کارت دیگه هست من و اون هم خوبیم، دوستای خوبی هستیم، اما بدون اونم میتونم من زندگی کنم یا میتونم بچرخونم بدون اون. یعنی درد اون درد من نیست، یه شخصیت اون یه شخصیت مستقل، من یه شخصیت ما اینجا هر دوتا بود یکی هستیم، اینجا دو تا هستیم، دو تا دوست صمیمی خوب. یک موردی هست که نه، این به اصطلاح رابطه عادی ما با هم داریم، مثل دیگه عزیزان که تو محیط فامیل هستن. همه انگشتا یه اندازه نیستن، یکی بزرگ یکی کوچیک یکی درستی. یه موردش هست کارت سفید، خب که رابطه هم کلا باش قطع کنم. الان من ببینم که من کدوم، آیا این ما با هم اینقدر صمیمی بودیم به من خیانت کرد؟ کارت عوض کن، باشید با هم خوب. نه این هم برام قابل تحمل نیست. خب کارت عوض کن، بشید رابطتون بشه عادی. عادی به معنی چی؟ یعنی اینی که حقی که به اصطلاح بر تو داره اون حقش رو ادا کن، اما بیشتر از این نه. به جای اینی که خودت رو قربان اون بکنی، در محیط جامعه میبینی افراد دیگه ای هم داری، برادرها، خواهرها، عمه، فلان، اینایی که بسترهای جامعه اطرافیانی که هست، که اونا رو گمشون نکنی به خاطر این فردی که لیاقتش رو نداره. رابطت رو با اونها صمیمیتر میکنی، رابطت و با این چون که این بهت نیاز داره یا نمیتونی ازش جدا بشی، به خاطر چی؟ به خاطر بچه‌ها، به خاطر فلان. در این حال میبینی
خودت رو بسازی، باید به خودت احترام بدی. توی زن میفهمید که این فرد فردی نیست که باش بشه زندگی کرد، این یک فرد خائن، یک فرد به اصطلاح بی بند و بار، یک فرد مبتذل. خب من چیکار کنم؟ جای دیگه هم ندارم. خودت رو بساز. برای خودت یه برنامه بذار. 5 سال، در طی این 5 سال من خودم رو میسازم. یعنی چی؟ یعنی میرم خیاطی یاد میگیرم، میرم نمیدونم گلدوزی یاد میگیرم، میرم یه فن و فوت یاد میگیرم. بعد از اون شروع میکنم استقلال پیدا کنم، یک درآمدی داشته باشم. بعد از اون میگم آقا من نمیتونم با همچین فردی بسازم. ببینید این زندگی رو خداوند ما رو در این زندگی نیافریده که ما زجر بکشیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند ما رو آفریده برای عبادتش، و عبادت الله یعنی حرکت به سوی الله. حرکت به سوی الله احساس آرامش باید توش باشه. اگر توش احساس آرامش و سعادت نبود، یعنی اینی که ما اشتباه داریم میریم، یعنی این که قطاره از ریل زده بیرون. خب باید درش کردیم تو ریل آهن، باید درش کردیم تو مسیر. خب اینجاست که من باید تصمیم خودم رو بگیرم که من ادامه میدم یا نه. اگر ادامه میدم چطور بسازم، و اگر ادامه نمیدم کجا برم. اون مورد رو برای خودم به اصطلاح مهیا میکنم و تصمیمم میگیرم. بعد از اون توکل الله زندگیم رو به پیش میبرم. با هم یک میان برنامه کوتاه میگیریم و برمیگردیم با سوالات شما بینندگان عزیز. هي زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي أم أبنائي وروضة مهجتي، وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي، وشريكتي
زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. خیلی خیلی خوش اومدید عزیزان. جای شما خالی. بنده وقتی می اومدم دیدم که خانمم داشت سالاد درست میکرد، یک لیموی همینجور کنارش گذاشته و کنار سالادا. من اینو کش رفتم اومدم و الان تو تلویزیون میبینن و بسرا میگن که این لیموه کجا رفت، الان متوجه میشن. چرا این لیمو رو آوردم؟ ببینید این لیموست. اگه من بخوام این لیمو رو اینطوری فشار بدم چی ازش میاد بیرون؟ طبیعی آب لیمو. خب اگه دو دستی بگیرم فشارش بدم چی میاد بیرون؟ چی میاد بیرون؟ خب آب لیمو. اگه با این چاقوی بزنم تو سرش چی میاد بیرون؟ بازم آب لیمو. یعنی هر کاری بکنیم از این مثلا شربت پرتقال یا نمیدونم شیرموز یا نمیدونم آب انبه که نمیاد بیرون، آب لیمو میاد بیرون. میخوام بگم که ما فشارهای سختی رو ما میاد. این فشارهای سخت از ما چی میاد بیرون؟ اون چیزی که داخل ما هست. اون فردی که میخواد بگه که مثلا به من ظلم میکنن، به من چنان میکنن، منم عصبانی شدم، فحش دادم بهشون، بد گفتم، زدمشون، فلان کردم. این فشار بیرونی هیچ وقت توجیهی نمیکنه که شما در داخل فساد باشید. من این رو بگیرم محکم بپیچم، به صلاح اینم بیاد به صلاح عصاره فلفل به من بده. حالا که منو محکم میپیچید من لیموه میشم فلفل. نه، لیموه آب لیمو توش هست. اون چیزی که در ماست، در حالتهای عصبانیت، در فشارهای مختلف اجتماعی، در نمیدونم خیانتهایی که صورت، در همه حالت اون از ما به اصطلاح میزنه بیرون. اولا اینی که باید مواظب باشیم ما شخصیت خودمون رو ضایع نکنیم. این از صفت منافقان هست که وقتی یه مشکلی بیاد بیرون، یه دعوایی میشه، فجر اذا خاصم فجر، شروع میکنه به فحش و بد و بیرا و تهمت زدن و هر چی از ذهنش میاد میریم. این صفت مؤمنان نیست. مؤمن در داخل خودش چی داره؟ خوبی داره. اون خوبی رو بیاریم بیرون. این با این مقدمه میخوایم بینیم روی سوالات شما بینندگان عزیز. عزیزی پرسیدن که با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما، برنامه سفره دل موفق باشید. یک گلایه بزرگ از شما دارم. واه واه برادر محترم، ما و شما خوب میدانیم گرفتن زن دوم در اسلام بوده. پیامبر، صحابه و بزرگان دین همه چند تا زن دارن. چرا روی این مسئله بحث نمی کنید؟ این حکم الله و سنت رسولش هست. و میگن که
خب خیلی از دخترها موندند و خیلی از زنها بیچارا شوهرشون فوت کرده و هنوز جوون هستن. من خودم هم زن هستم. خواهر عزیز، اولا این گلایه شما کاملا بجاست. اینی که ما روی این مسئله صحبت نکردیم، نه، خیلی من متهم هستم که اصلا چرا روی این مسئله زیاد پافشاری میکنم و دردش رو احساس میکنم. حتی استاد سلیمانی که با ما میبود همیشه این سفره رو گل این سفره بود. یکی از اسبابی که ظاهرا فرار کرد از اینجا رفت همین بود که به اصطلاح چرا ما روی این موضوع زیاد پافشاری میکنیم و تشویق میکنیم و در نهایت چون ایشون به اصطلاح مجری برنامه بود کاسه کوزه ها رو سر ایشون میشکست. چشم، انشالله برنامه آینده انشاءالله در مورد به اصطلاح تعدد یا ازدواج یا زن دوم و سوم و چهارم انشالله سخن میگیم. ما رو همراهی کنید و تا حتی اگر خوشتون نمیاد از این موضوع ما رو همراهی کنید تا اگر خودتون نمیتونید یک کاری مفیدی انجام بدید دیگران رو تشویق کنید و اجر و پاداش رو بگیرید و اجر و پاداش برنامه آینده هم مال این خواهر بزرگواری که این موضوع رو باز کرد. به اصطلاح عزیز دیگه ای به اصطلاح میگن که السلام علیکم، خانم 25 ساله‌ای هستم، مدت 10 سال است نامزد هستم، 1 سال در نکاح او بودم، بعد به ایران رفت، ظاهرا از خارج از ایران هستند. در جریان کار کردن حادثه ای رخ داد و فلج شد و حالا 9 سال است که من در خانه پدر هستم و این مریضی باعث شده که حتی با عرض پوزش ادرار خودش رو کنترل نکنه، چه برسه به خرجیه خونه رو برداشت کردن و نفقه خونه و بچه دار شدن. با این حالت بازم به هیچ وجه راضی نیست از من جدا شه و از هر کس هم مشورت میگیرم به طرف مقابل نگاه میکنه، دلسوزی میکنه برای طرف مقابل. حالا من چه کار کنم؟ از این که جدا شوم گناهکار میشم یا نه؟ عزیز من ببینید، اگر شما بخواید به ایشون، خودتون هم اشاره میکنید که از اقوام شما هستن، به اصطلاح ببینید ایشون به عنوان یک شوهر نمیشه با شما، به عنوان یک شوهر نیست. شما میخواید پرستار بشید تا آخر زندگی، میخواید با پرستار بشم، از خودگذشتگی کنم فلان، انتخاب با شماست. اما اینی که بخواید ازش جدا بشید این حق شماست. کسی به اصطلاح حق نداره جلوی شما رو بگیره. شما با اختیار خودتون ازشون خل میگیرید و جدا میشین. خانواده شما این حق رو ندارند که شما رو مجبور کنند. جامعه این حق رو نداره. این جامعه‌ای که دلسوزی میکنه برای طرف مقابل باید همینقدر هم شعور داشته باشه که برای شما هم دلسوزی بکنه. این جامعه‌ای که برای اون دلسوزی میکنه همینقدر باید شعور داشته باشه که با شما همراه باشه در خدمت به اون. اینی که شما ازشون جدا بشید به معنای این نیست که شما میخواید باشون دشمنی کنید، جنگی به راه بندازید. نه خیر، طرف به اصطلاح نمیتونه حق زوجیت رو به جا بیاره و شما جوون هستید، میخواید زندگی، این حق شماست، گناهکار نمیشید، بلکه جدا بشید. ما به شما اصلا توصیه میکنیم اگر این روحیه از خودگذشتگی و این رو ندارید جدا بشید تا آخر عمر، خودتون رو عذاب ندید، جدا بشید. و به خانواده ها هم توصیه میکنیم که باید این درک و شعور رو داشته باشن. اون طرف به اصطلاح این شعور رو نداره که مثلا شما رو ول کنه، که باید این کارو میکرد، شما رو میگفت میخوای با من بمونید، اصلا میباید میگفت که نباید با من خودت رو ضایع کنی، من در یک امتحان الهی هستم و صبر میکنم. خانواده هم، دوستان، همه مسئولیت دارن، پدر شما هم مسئولیت داره، مادر شما هم در قبال اون مسئولیت داره، جامعه کلش مسئول هستن که اون فرد افتاده رو جمع کنن. نه اینی که شما بشید به اصطلاح فدای اون، نه خیر. و همین جامعه‌ای که مسئول است اون رو جمع کنه مسئول است در قبال اینی که به شما برسه. شما با صدای بلند، اگر به صدای به اصطلاح پست یا پایین یا تو گوشی کارآمدی نداشت، به پدر، مادر، خانواده بگید که من دیگه نمیتونم، من میخوام که زندگی خودم رو داشته باشم و اگر خداوند فرصتی دیگه و ازدواجی براتون کرد که خوب. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خداوند ما رو امر میکنه به عدالت. عدالت فرض هست، احسان اختیار ما هست که بهترین احسان بکنیم، از خودگذشتگی کنیم، این اختیار من هست. اگر این کار رو کردید، بله، شما اجر و پاداش بسیار بزرگی میگیرید. شما دارید یک انسان افتاده ای رو به اصطلاح نگه میدارید. اما اگر این توان رو ندارید، این حق رو دارید که ازش جدا باشید. من یک دختر 17 ساله هستم، 4 ماه ازدواج کردم و از خانواده‌ام دور شدم.
زندگی کردن با خانواده همسرم برام مشکل است. زندگی به کامم تلخ شده. 2 ماه اول مشکلی نداشتم، سرحال بودم، اما به دلیل انتظارات بیجای مادر شوهر و پدر شوهرم که در خانه هستند مشکل است. با همسرم حرف زدم که مستقل بشیم، گفت نمیتونم، من باید با پدر و مادرم باشم، تو تصمیم خودت رو هست یا تحمل کن یا هر تصمیم دیگری که میگیری، آزادیم. و آدم با خدایی هست، به اصطلاح اونا هم توقع دارن تا آخر زندگی باشون باشه، به من اهمیت میدهد، دلش هم به حال من میسوزه، من از ترحم خوشم نمیاد، میدونم که رفته رفته رابطهش طبیعی میشه و ترحمش هم کنار میره. من نقش یک نوکر رو دارم، به اصطلاح رخت خواباشون رو جمع میکنم، وقتی کسی میاد به اصطلاح غذا درست میکنم. اگر نمیتونستن من برای رضای خدا این کار رو میکردم، اما میتونم. صبح تا بعد ظهر تو خیابونا هستن و شوهرم هم که به اصطلاح آدم با خدایی هست و از خیلی از ظلمی که به من میشه بی اطلاع است. ببین عزیز من، اینی که شما به اصطلاح پدر مادر شوهرت خدمت بکنی، این وظیفه شما نیست و اگر کردید اجر و پاداش نزد خداوند متعال دارید و این از جمله صله رحمی شوهرت حساب نمیشه. آقایون باید این گوشاشون رو واکنن. خیلی از آقایون فکر میکنن چون همسرشون به پدر مادرشون رسیدگی میکنه این جزئی از صله رحم است، من به پدر مادرم نخیر، رسیدگی شما، شخص شما صله رحم هست، نه به اصطلاح رسیدگی همسرت. وظیفه شما هست که برای پدر مادرت یک کلفت بگیری، کاراشون انجام بده. توونش رو ندارید، میشینید با به اصطلاح همسرت میگی وظیفه من هست یک کلفت بگیرم، اما کلفت بگیرم خب اینقدر خرجش میشه، میاد تو این فضای خانواده. من نمیخوام که به اصطلاح باعث دست پاپیج شما بشه، فلان بشه. آیا شما حاضرید بهشون کمک کنید؟ اگر قبول کرد خب قبول کرده، نکرد اجر و پاداش رو هم میگیره از خودش، نکرد این وظیفه شوهرت است. اینی که شما به اصطلاح بخواهید که ایشون از پدر و مادرش جدا بشه، این درخواست شما هم اشتباه است. شما میدونستید که این پدر مادر داری، پدر مادرش بعد از ازدواج شما که سبز نشدن، میتونستید قبل از این با صدای بلند خانواده شما این رو مطرح کنند، از شرط ما این هست که زندگیش مستقل باشه. اگر این شرط رو پذیرفت، امروز میتونستی گوش رو بگیری بگی که این شرطت بود و مهمترین شرطی که باید یک مرد بشه به اصطلاح وفا کنه شرطی هست که با همسرش انجام داده. نکردید، این جزئی از زندگیش هست، پدر مادرش باش هستن تا آخر عمر هم باشن. اما این به اصطلاح یعنی با شوهر، این حرف ما با شوهرتون بود، حرف ما با شما. ببینید عزیز من، چیزی که شما رو اذیت میکنه وجود پدر و مادر تو این خانواده نیستن. چیزی که شما رو اذیت میکنه تصور شماست. شما میگید که من تو این خونه نوکرم، این دیدگاه شماست. ببینید شما توی خونه هستید، همه کارهای این خونه در تحویل شما داده شده، کسی دیگه میاد دست به سیاه‌سفید نمیزنه که شما تو این خونه هستید. الان شما میگید که من نوکرم، این یه دیدگاه هست. یه دید دیگه ما هم میتونیم داشته باشیم که شما نگاه کنید هیچ کسی به هیچی دست نمیزنه چون که من صاحب این خونه هستم. کسی به خودش اجازه نمیده که دست به چه سیاه‌سفید بزنه. خواهر برادرای شوهرم میان به هیچی دست نمیزنن چون میدونن که این خونه از منه، اونا مهمونن. اینجا شما دیگه اذیت نمیشدید. چیزی که شما را اذیت میکنه برداشت شماست خواهر من. خب بعد شما میگید که اگر دست و پا چلفت میبودن میافتادن من کمکشون میکردم به خاطر خدا. شما میخواید طرف بمیره بعد برید براش اشک بریزید؟ خب الان که سر پای خودشون هستن، شاد و شنگول هستن، به خاطر خدا کمکشون کن. پس مشکل شما اینجاست خواهر من. خب بله شوهرت وظیفه‌اش چیزی هست کوتاهی میکنه ما با شما، اما خود شما باید زندگی تو عوض کنی، برداشتات رو عوض کنی، دیدگاهت رو عوض کنی. این عینک دودی رو بردار، ببین که این خانه مال شماست. الان شما کدبانوی این خانه هستید. حتی پدر و مادر دست به سیاه‌سفید نمیزنن چون که شما صاحب خانه هستید. احساس داخلی اونا میگه که ما تو این خانه غریبه ایم، این خانه فلانیه. خب
و اگر میخوای خدمتشون کنی اجر پاداش زیاد داری، از بهترین عبادت هاست. هر دوتا پدر و مادر کلید قلب شوهرت هستند. رسیدگی شما، خدمت شما به پدر مادر باعث شده که شوهرت شما رو دوست داشته باشه. اگر همه اینها رو نمیخوای قبول کنی، بعد از این میتونی راهت رو جدا کنی، اما این حق رو نداری که بگی که به اصطلاح شوهرت پدر مادرش رو بندازه دور و شما رو بگیره. اصلا این با عقل و منطق جور میاد؟ این پدر مادری که اینو بزرگش کردن، به این وضع رسیدن، اینا رو رها کنه، اون وقت بیفته دست شما دختر غریبه که 2 روز پیش اومدی تو خونهش تو زندگیش. اگر این کار رو کرد، من به شما قول میدم که از این به اصطلاح شوهر شما آدم بی اعتبارتر نخواهد بود تو دنیا. کسی که به پدر مادرش رو اینطوری شوت میکنه میندازه بیرون، دنبال شما را میفته، مطمئن باش 2 هفته بعد شما رو شوت میکنه بیرون و دنبال کسی دیگه را میفته. پس اولین کاری که از شما میخوایم بکنیم اینه که تصوراتت رو درست کن. خواهر عزیز دیگری میفرمایند یا بیننده عزیز دیگری که تقریبا 1 سال میشود من نامزد هستم. از قدم اول تا حال خواهش من از والدینم این بوده که من میخواهم نکاح شرعی نمایم تا بتوانم آزادانه با نامزدم صحبت و بازدید نمایم. مگر آنها قبول نکردم، من نهایت رنج میبرم، چون وقتی یک انسان خود را مسلمان و شرایط آن را به جا می آورد، برای هر روز مشکلات پیدا می شود. مگر به حرفهای من هیچ کس گوش نمیدهد. من باید منتظر باشم تا خواهش های فامیلم برآورده نمایم. 1 بار از روسی میکنی باید درست باشد. من و نامزدم توان آن رو نداریم. نمیدونم چرا والدین بر فرزندانشون اینقدر ظلم می نمایند، گرچه 5 وقت نماز و عبادت خواهر من، شما مثل که خیلی داغ کردید، خیلی داغ کردید. پدر و مادرتون شدن ظالم. پدر و مادرتون که عبادت میکنند عبادتاشون محض هوا. چرا؟ چون به خواهش‌های جناب عالی نمیرسن. عزیز من، گل من، ببینید چرا نمیخوای درست ببینید؟ پدر و مادرت که این عرف، حالا من نمیگم که پدر و مادر درست کار درستی انجام میدن یا نه، میخوام برداشت شما رو تصحیح کنم. چرا نمیگی که پدر و مادرم این کارا رو میکنن چون منو دوست دارن، به من احترام دارن، مواظب من هستن، میخوان که طرف رو خوب بشناسن، میخوان. اگر به این صورت هست، شما اصلا معنای زندگی رو نفهمیدید. شما میخواهید که با نامزدت برسی به هر چیزی شده، هر طوری که هست. پدر و مادرت نه، میگن یه سوال از ما طرف رو نشناختیم، میخوایم که همه چیز روشن بشه. یه عرف اجتماعی هست، میخوایم که از اون عرف اجتماعی بیرون نزیم که چرا مردم حرفای بد در میارن. حالا شما از کجا هستید، عرف اجتماعی تو چی از ما نمیدونیم، اما اینی که این طور به اصطلاح بزنید تو خاکی، این اما قبول نداریم. که شما باید درک کنید در این رابطه ای که الان صورت میگیره، شما و نامزدت نیستید، 2 تا فامیل هستن، 2 تا خانواده بزرگ هستن. همونطور که شما 2 تا حق دارید، این 2 تا فامیل هم حق دارن که بستر رو مهیا کنن، همدیگر رو بشناسن، شما رو ببینن که چطور راه میرید. خب شما اگر میخواید که به اصطلاح قضیهتون حل بشه، باید اولا همدیگر رو خوب بشناسید. شما به فامیل ها کمک کنید در شناخت همدیگه، در صداقت و راستی همدیگه. بعد از اون ازدواج کنید، قضیه تموم شد. اما اینی که نه، شما میخواید که به اصطلاح اون به اصطلاح شهوت عروج کرده و به اصطلاح داغ کردید، اون رو بخواید به اصطلاح سرد کنید، این نشد. پس دیدگاهتون رو عوض کنید، پدر مادرتون رو به دست بیارید، خانواده رو راضی کنید، مشکلتون حل میشه. نیاز هم نیست که اینقدر داغ کنید و اینقدر هم به اصطلاح قاضی باشید و بزنید مهر که نماز میخونند، چی میکنند، بازم ظلم میکنند. نه خیر، اینطوری هم نمیشه. احمد آقا میگه وقت تموم شد و هنوز سوالای شما بینندگان عزیز هست. ان شاءالله در برنامه‌های آتی با هم بیشتر هستیم. ان شاءالله برنامه آینده ما در مورد ازدواج مجدد خواهد بود و شما عزیزان رو تا برنامه دیگر به الله پاک میسپارم. الله یار و یاورتان. التماس دعا از شما عزیزان.